سده در برابر نوروز و مهرگان یکی از جشن‌هایی میباشد که مردم آریایی نژاد از قدیم آن را تجلیل می‌کردند. عالمان و محققان دوام عصرها عاید به جشن سده و پیدایش آن پژوهش‌ها برده صدها اثرهای علمی ایجاد کردند که اکثر آنها تا زمان ما آمده رسیده است. جشن سده ویژگی‌های خود را دارد و در این جشن اجدادان ما با هم آمده یک قطار آیین‌ها را می‌گذرانند. در ناحیه بلندکوهی بلجوان جشن سده را با شیناندن نهالان آرایشی سایه‌افکن و میوه‌دهنده گل و بوته‌ها استقبال کردند. در این روز ده نفر ساکنان با هم آمده صدها بیخ نهال شینانیدند. چوبینی اساسی در نزد آثارخانه ناحیه برگزار گردید. کشاورزان محصولات خویش را که اساساً تخمی‌های رستنی‌های گوناگون و نهالان میوه‌دهنده را به نمایش و فروش می‌برآوردند. در این جشنگاه کشاورزان خواجگی‌های جنگل، ساکنان جماعت‌های دهات، تخمی‌های به شرایط اقلیم منطقه مطابق و محصول زحمت خویش را به نمایش گذاشتند. در جشنگاه رسمی غلبه گرمی به سردی و روشنایی بر تاریکی گلخن آراسته شد. در یک طرف جشنگاه بانوان و کدبانوهای خوش‌ذوق از محصولات محلی نان و کلچه، خورش‌های گوناگون و میوه و سبزیجات را به نمایش گذاشتند. هنرمندان و نورسان جوانان نیز محصول هنر خویش و دستاوردهای خود را پیشکش حاضرین گردانیدند. رهبریت ناحیه بلجوان حاضرین و کل مردم ناحیه را با فرارسی جشن سده تبریک گفته از تاریخ و فضیلت‌های این جشن نیوگان سخنرانی نمود. قسمت دیگری چوبینی با برنامه فرهنگی هنرمندان و پیشنهاد سرود و رقص‌ها به انجام رسانیده شد. خیرنیسا مرادزاده، محمدی میرزا، ناحیه بلجوان، اخبار.